بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان فرهخته و گرامی، امروز در کنار ما استاد خان علی شاه جمالزاد، زاده ولسوالی مایمای، قریه آمرن، ولایت بدخشان. امروز افتخار دارم که در کنار ما ایشان قرار داره و میخواهم که از این وقت گرانبهایش، جزء از این وقت گرانبهایش با ما سپری بکنن و یک دیپلمای زیبا از استاد عزیز و بزرگوار، گرچه استاد خان علی شاه میدانیم که شعبه انگلیسی را خوانده است، ولی باز ما تقاضا و توقع میکنم که یکی از شاعرای بزرگ مثل مولانا، ناصر خسرو، فردوسی یا هر کدام پیدل دیلوی، هر کدومش که خودشان دوست داره، یک دیپلمای زیبایش داشته باشه. به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. درود و سلام و احترام دارم حضور همه بینندگان عزیز که این لحظه ما را از طریق یوتیوب چینل آقای کبیری تماشا میکنن. امیدوار هستم که در هر گوشه و کنار از افغانستان عزیز قرار دارن، صحت سلامت باشن. این یک شعر خیلی خوب را از شاعر بسیار محترم و قابل قدرمان عبدالرازق فانی را تقدیم شما میکنم و مطلع از هم هست: مردان و نامردان. ای دل مرو سوی خطر، گرمی روی لرزان مباش. از ره زنان غافل مشو، از دشمنان ترسان مباش. چون با کسی همراه شدی، از نیمه ره بر نگرد. چون اسبه مردان روی، دیگر ز نامردان مباش. دشمن اگر جانت دهد، با هودم از یاری مزن. در دوستی گر جان دهی، از دوست روگردان مباش. گر عاشق مستانه ای، زهد و ریایی را بسوز. ور امنشین زاهدی، در حلقه رندان مباش. باد بهاران شو که تا در مقدمت گل بشکفد. باد بهاران شو که تا در مقدمت گل بشکفد. چون گردباد هرزگر، در دشت سرگردان مباش. همدست ما گر می شوی، پای کسی دیگر مگیر. با دوست چون پیمان کنی، با غیر هم پیمان مباش. فانی به کیش عاشقان، در فکر خود بودن خطاست. فانی به کیش عاشقان، در فکر خود بودن خطاست. یا از سر و جان درگذر، یا عاشق جانان مباش. یا از سر و جان درگذر، یا عاشق جانان مباش. سلامت باشید. جهانی سپاس از استاد گرامی که وقت گرانبهایشان امروز با هم ما سپری کردن و همچنان عکاس یا فیلمبرداری ما جوان رشید علیپور، صحت و سلامت باشین. انشاءالله که صفحه ما را عزیزان و بینندگان سابسکرایب بکنین تا باشد که ویدیوهای بیشتر و بیشتری را در خدمت شما قرار بدیم.